زن تعیاد نبرد زنکات بیچاره ایماده کار کرده گشته است در کوچه. من میپرسم که برای چی خواهر شوهر در رسی است؟ میگه پول نمیفرسوند. برای چی نمیفرسوند؟ ها یک غرغر کردم گویا که اینا چیکار میکرده است؟ تنبیه میداد است. این مردی نیست. او در بکله گرفتیمی او زنه تو میپویش، زنک نه. زن یک تا هنر دارد. گفتی فردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر نشینند در خانه و زاین شیران نر. هنرش همون خواهی هنری منو شما چی؟ خدا خواهد مردی کاری میبریم کار میکنیم میپویمش میخورونیمش میپوشونیمش. این وظیفه منو تایی نفقه برای ما شما فرض کرده الله سبحانه و تعالی، برای زن نه. از خدا بترس. زن خور نکه خور میشه. ولی بعضی میگن که همین زن اگر باشه تیمورا سر زن میگیرن. خودی که زن پایسته شده در کوچه شانه کرده فلان چی میمره خدا خواهد انشاءالله. آدمایی که سالها دیده زن نیست. او زنم عقل داره که دیده ساده تحیات ده زندگی ده دیده سه میدونه که زنی میدونی زنکشی میدونی بینونش میمونی میدونی خدا خواهد معامله نداری پیش کسا نمیگن. یک جوان همین دوید بیچاره در 1 سال بزرگ یافت. به چی پول پوره میای بازی از با وعده میکنی کوارتیره کپتیوا دیگه زن همی خلاص میگوی ماشین خرید میتیم خانه زیبات کرده میتیم بقیه هم میگن قول میمونه ایلا نه چندین بیور هم رفته میگن حتی خانه جدام کتی علوه یا که از شهری فرقانه خانم خریدت یاد باید بگیریمش. او زنی بیچاره اولی که خدا خواهد انشاءالله گفتی شما که با نموره بدوست کرده کنده زنش گفته با بیچاره را چی مزامتش میکنی و بیچاره خوب لبیک گفته میشه. اینا نمیشینن لبیک گفته، اینا خدا تروریستن، اینا دنیا را میدونن چیه چی کار کرده به دست گرفته بازی دارن تا میدونن. برای خدا از همون اولش نمونه. همه موسیقی دو میگن که همین زن پیشتر بریم سبب چی که خور نشیم زار نشیم عزیزانی من. برای این وقت هم شده است. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را خدا خواهد هدایت کند. البته از این صحبت ها امید میکنیم با شما با صدای آمانه شدن را فراموش نکنید.